خب من تونستم گواهینامه رانندگی توی هلند رو بگیرم. گفتم به همین بهانه بیام یه ویدیو درست کنم و بگم که تفاوت رانندگی توی ایران و اروپا چیه، چالشایی که من داشتم، چقدر هزینه شد که من این رو گرفتم و در نهایت بگیم که آیا با گواهینامه‌ای که توی ایران داریم میتونیم توی اروپا رانندگی بکنیم یا نه. برای اینکه شما بخواید خارج از ایران رانندگی کنید، میتونید گواهینامه ایرانتون رو برید یه مجوز بین‌المللی بگیرید که یه همچین حالتیه، یه دفترچه طوری هست واسهتون صادر میکنن. چیز خاصی هم نیاز نداره، یه عکس از شما میخواد، گواهینامه‌تون رو میخواد، کارت ملی و بسته به اون سالی که میخواید بگیرید هزینه‌شو باید بدید. مثلا من یک سالش رو پارسال گرفتم، حدود 200,000 تومان بود، 3 سالش 700,000 تومان بود. اما موردی که هست مثلا توی هلند یا کشورهای دیگه هم فکر میکنم همینجوری باشه، نهایتا 3 ماه تا 6 ماه شما مجوز دارید که با این رانندگی بکنید و نهایتا باید گواهینامه اون کشور رو بگیرید. مخصوصا هلند که انقدر قوانین رانندگیش سخت و پیچیده است، شما مجبورید بگیرید، چون اگه یه خلافی بکنید جریمه‌های سنگینی میشید. اولین چیزی که اینجا خیلی به چشم من اومد این که همه چیز رو نظمه، یعنی هر لاینی خطکشی خودشو داره. سر چهارراه که میرسید هر لاینی یه چراغ قرمز جدا واسه خودش داره و شما باید حتما قبل از اینکه بخواید چهارراه رو رد کنید تصمیم بگیرید تو کدوم لاین باشین. این چه واسطی داره؟ توی ایران همیشه اتفاق میافتاد که توی چهارراه که چراغ سبز میشد اون وسط همه گیر میکردن، یه سری مجبور میشدن زرد رو رد کنن، جریمه میشدن. این خیلی مشکل داشت، ولی اینجا اصلا همچین مشکلی پیش نمیاد و این در صورتیه که ببینید هر لاینی چراغ قرمز جدا داره، دوچرخه‌ها چراغشون جداست، آبر هم چراغشون جداست و آبر وقتی به چراغ میرسه یه دکمه هست میزنه، دوچرخه سوارا وقتی میرسن یه دکمه هست میزنن و این سنسور عمل میکنه و تنظیم میکنه که حالا اولویت رو به کی بده. مورد بعدی که خیلی به چشمم اومد رانندگی توی اتوبان بود. شما وقتی که میخواین وارد اتوبان بشین، به اصطلاح اون محیط رو بهش میگن اکسلریشن لین. توی ایران اینجوریه که ما از هر لاینی وارد اتوبان بشیم همون رو میتونیم ادامه بدیم بریم. اینجا اینجوری نیست. شما وقتی که میخواین وارد اتوبان بشین تقریباً 500 متر تا 1 کیلومتر یه فاصله هست که تو این فاصله شما باید سرعتتون رو برسونید به 100 کیلومتر و تنظیم کنید یه جوری خودتون رو بین ماشینا جا کنید و وارد اتوبان بشید. در غیر این صورت اون انتهای کار بن‌بست میشه و به مشکل میخوری. خیلی هم خطرناکه. یکی از بزرگترین چالشایی که توی رانندگی هست و توی آزمون هم حتما شما رو میبرن تو اتوبان همینه که شما بتونید چجوری خودتون رو وارد اتوبان کنید. حالا ماشینایی که از پشت سر میان اونم باید در نظر بگیره که ماشینی که میخواد وارد بشه اگه جلوتر از اونه یا لاینش رو عوض کنه بهش حق بده، یا اینکه یه جوری تنظیم کنن که اجازه بدن اونم وارد اتوبان بشه، چون اگه به انتهای کار برسه خیلی کار سخت میشه و خطر تصادف به شدت زیاده. مورد بعدی راهنما زدنه. شما اگه مثلا تو شهر دارید رانندگی میکنید، وقتی میخواید راهنما بزنید اول بعد آینه وسط رو نگاه کنید، بعد آینه کنار و بعد گردنتون بچرخه، بعدا راهنما بزنید که اون نقطه کور رو ببینید. این به خاطر وجود دوچرخه است و توی آزمون عملی هم این اتفاق میفته. یعنی اون حالا اگزمینری که این پیش شما نشسته 2 تا آینه اینجا گذاشته و چشمای شما و گردن شما رو همزمان داره نگاه میکنه که ببینه موقع راهنما زدن این مورد رعایت میکنید یا نه. این خیلی براشون مهمه و خیلی رد میشن. من میشناسم بچه‌ای که رانندگیشون فوق العاده بوده تو ایران اومدن و همین ریزه‌کاری‌ها رو رعایت نکردن و رد شدن. یه چیزی که خیلی برام جالب بود سیستم استارت استاپ ماشیناست که به صورت اتوماتیک انجام میشه. خب این چجوری عمل میکنه؟ پشت چراغ قرمز یا هر جایی که شما متوقف میشید چند ثانیه اگه پاتون رو ترمز باشه ماشین اتوماتیک خاموش میشه و وقتی که پاتون رو ترمز برمی‌دارید ماشین روشن میشه و دوباره میتونید حرکت کنید. واسه ماشینای دنده‌ای با کلاج این اتفاق میفته. وقتی که شما پشت چراغ هستید و خلأ میکنید و پاتون رو از روی کلاج برمی‌دارید ماشین خاموش میشه و دوباره کلاج رو که میگیرید ماشین اتوماتیک روشن میشه و میتونید حرکت کنید. یکی از مواردی که اینجا خیلی مهمه حق تقدمه. واقعا قوانین سفت و سختی داره و حتما شما باید قوانینش رو بخونید. و یه چیز عجیب تر این که اینجا خب چون دوچرخه زیاده، خود دوچرخه سوار وقتی که سوار دوچرخه باشه به عنوان راننده حساب میشه، ولی وقتی که پیاده باشه و دوچرخه دستش باشه به عنوان عابر حساب میشه. این قوانین فرق میکنه. اینجا آخه اسب هم هست. جالب مثلا اسب سوار چه روی اسب سوار باشه چه پیاده باشه و اسبو گرفته باشه باز راننده حساب میشه. موتورسیکلت هم همینطور. برای همین حتما باید آزمون تئوری آدم بده، یا کسایی که آزمون نمیدن و حالا به صورت کاری اومدن یه سری آپشن دارن که میتونن گواهینامه‌شون رو تغییر بدن، حتما باید این قوانین رو بخونن، چون که اینجا مثلا اگه طرف حق باهاش باشه اینجوری نیست که وایسه میاد میزنه بهت، چون میدونه که حق با اونه. ولی ایران مثلا شما وای میسادی گذشت میکردی حالا اون بره، اینجا اصلا اینجوری نیست. حقش باشه میاد، باید شما وایسی. خب اینجا چجوری میشه گواهینامه گرفت؟ اول از اون که
فرقی نمیکنه شما گواهینامه توی ایران داشته باشید یا نداشته باشید، آزمون تئوری و آزمون عملی رو باید بگذرونید. برای آزمون تئوری، آزمون به این شکله که به صورت آنلاین برگزار میشه. شما 65 تا سوال رو باید جواب بدین. 25 تا سوال اول بهش میگن هازارد پرسپشن. به این صورته که شما رو توی موقعیتی میذاره، یه سری عکس هست، شما پشت فرمونی، اون موقعیت برای شبیه سازی میشه و 3 تا گزینه داری. یا باید ترمز کنی، یا باید پات از رو گاز برداری و یا اینکه بعد به کارت ادامه بدی با همون سرعت. و این هر سوالی 8 ثانیه شما فرصت دارید که اینو جواب بدی. تو این 8 ثانیه شما باید سریع حق تقدم رو تشخیص بدی، سرعت رو ببینی، سرعت مجاز چقدره، آیا اون موقعیت خطرناک هست یا نه و سریع گزینه رو انتخاب کنی وگرنه سوال رد میشه. و از این 25 تا سوال شما حداقل بعد 13 تاشو درست جواب بدین تا این قسمت رو پاس کنید. بخش دومش 12 تا سوال داره که بهش نالج میگن و شما قوانین رو ازتون میپرسه. اینجا خب قوانین گفتم خیلی زیاده و یه چیزی دیگه که هست، چون سفر زیاد میرن یه تریلر پشت ماشینشون اضافه میکنن. مثلا از اون سوال میکنه که فاصله این چقدره، نمیدونم قوانینی که باید شما بدونید واقعا و به صورت تئوری ازتون تو این 12 تا سوال میپرسه. شما فقط میتونید 2 تاشو اشتباه جواب بدید. اگه 3 تا اشتباه جواب بدین آزمون رو رد میشید. بخش آخرش که 28 تا سواله اینسایت هست و اونجا از شما 28 تا سوال فقط 3 تاشو میتونید اشتباه جواب بدین، در غیر این صورت باز آزمون رو رد میشید. و اینجا هم سوالایی داره که مثلا یه شبیه سازی کرده سر 4 راه، 5 تا 4 تا ماشین، یه موتور مثلا اینا هستن و شما باید بگی که اول کدوم بره، دوم کدوم بره، به این صورت. و بعد که این سوالا رو جواب دادید همون موقع جوابش واسهتون میاد که قبول شدید یا نه. حالا شما آزمون تئوری رو قبول میشید، میرید سراغ آزمون عملی. آزمون عملی چه فرقی میکنه؟ ببینید اینجا شما با هر ماشینی که آموزش ببینید با همون ماشین هم ازتون امتحان میگیرن. این نکته رو البته بگم بهتون که اگه شما با ماشین اتومات آموزش ببینید، گواهینامه‌ای که صادر میشه فقط میتونید ماشین اتومات سوار شین، ولی اگه با ماشین دنده‌ای گواهینامه بگیرید میتونید ماشین اتومات هم سوار شین. پس اینو حواستون باشه. خب روز امتحان عملی چه اتفاقی میفته؟ امتحان عملی 3 بخشه. بخش اول خب میرید توی شهر و ازتون حالا پارکا رو ممکنه بگیره. خیلی حواستون باید باشه به حداقل سرعت‌ها و حداکثر سرعت‌ها، چون که اینجا مثلا یه جایی میرید شما سرعت 30 تا میشه، یه جایی میرید 50 تا میشه، بیرون شهر که میرید 60 تایی داره، 80 داره، 90 داره. خیلی اون مانوراتون رو میبینه که حواستون هست راهنما میزنید یا نه. بخش دوم شما میرید داخل اتوبان، 5 دقیقه تا 10 دقیقه بعد تو اتوبان رانندگی کنید. همون موردی که بهتون گفتم چجوری وارد اتوبان بشین، چجوری خارج بشین، چجوری سبقت بگیرید. یه نکته خیلی مهم که اینجا حتما باید رعایت کنین که توی اتوبان همیشه شما باید تو اون راست‌ترین قسمت ممکن حرکت کنید. اگه مثلا 3 تا لاینه، تو اولین لاین سمت راست باشید همیشه و وقتی میخواین سبقت بگیرید سبقت میگیرید و دوباره برمیگردید روی لاین سمت راست. و بخش آخر امتحان رانندگی با نویگیتور یا GPS که یه جایی پارک میکنید، خود اگزمینر آدرس واسهتون میزنه و دیگه هیچ صحبتی نمیکنه و شما باید بتونید با نویگیتور کار کنید و اون مسیری که میگه رو برید و توی این مسیر تمام اون قوانین هم رعایت کنید. حالا هزینه گرفتن گواهینامه چقدر در میاد؟ اگه که شما رانندگی بلد نباشید و از صفر بخواید شروع کنید، بین 1500 تا 2000 یورو شما هزینه‌تونه. ولی اگه گواهینامه داشته باشید، اول از اینجا باید یه سابسکریپشن 1 ماهه بخرید برای آزمون تئوری که حدود 30 یوروه. خود آزمون تئوری اگه بخواید به زبان انگلیسی امتحان بدین 54 یورو پولشه. اگه بخواید اکسترا تایم یا زمان اضافه بگیرین 67 یورو پولشه. اگه که بخواید مترجم کنارتون باشه 111 یورو پولشه. دیگه اینو خودتون انتخاب میکنید. بعد که آزمون تئوری رو دادیم، برای گواهینامه سلامتتون 41 یورو 50 سنت بعد پرداخت کنید. 20 سوال جواب میدین که مریضی خاصی دارید یا نه. بعد واسه خود امتحان عملی 300 یورو پولشه و میمونه کلاسای شما. اینجا هر 50 دقیقه آموزش یه چیزی حدود 45 یورو تا 55 یورو، حالا بس به اون آموزشگاهی که میرید، ازتون میگیرن. یه چیزی که یادم رفت بگم و خیلی جالب بود، اینجا همونجوری که گفتم یه 20 سوال از شما میپرسن که به صورت آنلاینه. مریضی خاصی دارید، مشکلی دارید و اون 20 سوال رو نه جواب میدید، یه هزینه هم پرداخت میکنید و اون گواهینامه سلامت شما صادر میشه. توی ایران خب ما میرفتیم دکتر، چشم پزشکی
قبلشون دکترها باید چکاپ میکنن بعد میتونستی گواهینامه بگیری. اینجا اون بحث چشم پزشکی رو نداره، ولی روزی که میخوای امتحان عملی بدی قبل از اینکه سوار ماشین بشی تو اون پارکینگی که هستی تقریبا یه 20 متر 30 متر طرف‌تر مثلا ماشینا وایسادن، مثلا به شما میگه پلاک فلان ماشین رو بخون. اگه بتونی پلاک رو بخونی که اوکی، یعنی آزمون بیناییشون در این حده. خیلی جالب بود. و اگه نتونی بخونی که اصلا آزمون کنسله و تو نمیتونی امتحان بدی. یکی از چیزهای دیگه که اینجا خیلی باید حواستون بهش باشه جریمه‌های سنگینه. مثلا شما اگه توی جای پارک معلولین پارک کنین 490 یورو جریمه میشید. موبایل دستتون باشه 420 یورو اگه اشتباه نکنم جریمه میشید. بوق الکی بزنید غیر ضروری 300 یورو و نمیبخشنم. در بهترین حالتش براتون قسط بندی میکنن ولی نمیبخشن. خلاصه که باید خیلی حواستون باشه و ما که تو ایران خیلی اینا رعایت نمیکردیم، یه جوری بگم اصلا رعایت نمیکردیم، اینجا اون چالشاییه که باهاش مواجه میشیم. خب دیگه بیشتر از این ویدیو رو طولانی نکنم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه که از این سبک محتوا خوشتون میاد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، واسه دوستاتون هم بفرستین. تا ویدیوی بعد.